وقتتون بخیر جناب رجال زاده. لطف میکنید بفرمایید ارزیابیتون راجع به نمایشگاه امسال چی بوده و اینکه چه سرویس ها و خدماتی رو در دستور کار دارید برای امسال؟ وقت شما بخیر، ممنونم. عرضم به حضورتون که خب نمایشگاه تراکنشه، نمایشگاه تخصصی حوزه در حقیقت بانکداری. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما هر سال به عنوان مجموعه آسیا تک در این نمایشگاه داریم شرکت می‌کنیم، چون یکی از سگمنت‌های اصلی ارائه خدمتمون در مجموعه هلدینگ آسیا تک ارائه خدمت به حوزه‌های بانکیه. خب به طب امسال یه ذره متفاوت‌تر از سال گذشته ما وارد شدیم. سال قبل سرویس‌های پایه مجموعه خدمات ابری رو برای نمایشگاه آورده بودیم. امسال یه مقدار تخصصی در حوزه بحث ابرهای خصوصی مختص سیستم‌های بانکی و بیمه‌ای وارد شدیم. با توجه به اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، حوزه بحث خدمات دیزاستر ریکاوری جزو حوزه‌های کلیدی زیرساخت‌های حیاتی کشور، اون رو به مجموع محصولاتمون قبلا داشتیم، الان بهینه‌تر شده داریم ارائه می‌کنیم. یکی از حوزه‌های جدی که امسال مخصوصا توی نمایشگاه به صورت مستقیم وارد شدیم بحث خدمات امنیتی و بحث سایبر سکیوریتیه که با مشارکت مجموعه پوزیتیو تکنولوژی روسیه این خدمات رو آوردیم به نمایشگاه و خوشبختانه تو این 2-3 روز گذشته چند تا کارگاه تخصصی هم در این حوزه برگزار کردیم. امیدواریم که بتونیم کمک کننده باشیم در حوزه خدمات ابری و زیرساخت‌های سایبر سکیوریتی به شرکت کننده‌هایی که داخل نمایشگاه شرکت کردن و عملاً مجموعه‌هایی که نیازمند ارائه سرویس‌های تخصصی در حوزه بانکی و بیمه‌ای هستند.